نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا و شفیعنا مولانا محمد. در آیات گذشته مبحث توحید فی الدعا و اینکه در حاجات و نیازات و مشکلات فقط از الله کمک بخواهیم و الله را فریاد بزنیم. دلایلی برای این خواندیم. الله تعالی بعد از دلایل فرمود فادعوا الله مخلصین له الدین. خدا را بخوانید در حالی که دعایتان را خالص برای الله قرار بدهید. بعد از اون واقعه و جریان سیدنا موسی علیه السلام بیان شد که موسی با همین دعوت پیش فرعون رفت. فرعون انکار کرد، ابا کرد. دفاع مرد مؤمن و رجل مؤمن از موسی را خواندیم. اما نهایتا به این نتیجه رسیدیم که پیروزی و موفقیت و نجات مال اهل حق شد و اهل باطل در این دنیا هم به عذاب گرفتار شدند و حاق به آل فرعون سوء العذاب. در قبر هم بر اونها آتش میبارد. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. در قیامت هم به عذاب خدا گرفتارند و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. حال بعد از مضامین دیگر که این مطلب هم اضافه شد که انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا، این که ما کمک میکنیم، یاری میرسانیم، فقط اختصاص به موسی نداشت، به بنی اسرائیل نداشت، بلکه تمام پیامبرانمان و تمام مؤمنین والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا. هر کسی که به ما ایمان دارد در حیات دنیا مورد نصرت ما واقع میشه. سپس در آیاتی که الان تلاوت شد مجددا همون مدعا تکرار میشه. خدمت شما عرض کردم که این مدعا را خداوند 3 بار در این سوره تکرار میفرماید. بعد از این همه دلائل، بعد از این همه تخویفات، بعد از این همه تبشیر و مجدها، الله عزوجل مجددا میفرماید وقال ربكم ادعوني استجب لكم. رب شما فرموده فقط و فقط مرا بخوانید. استجب لكم، من اجابت میکنم برای شما، من دعای شما را، فریاد شما را اجابت میکنم. اما شاید در دل شما این سوال بیاید که خیلی اوقات میشه ما دعا میکنیم، از خدا میخواهیم
ولی اجابت نمیشه. چطور اینجا الله تعالی وعده فرموده استجب لکم؟ اینجا مفسرین یک قیدی اضافه کردن، گفتن مقدر هست. استجب لکم ان شئتو، اگر من بخواهم اجابت میکنم. لا مستجیب غیری، غیر از من کسی دیگه اجابت کننده نیست. این قید را چرا اضافه کردیم؟ چون که از آیات دیگر قرآن مجید این مفهوم میشه. الله تعالی میفرماید که عجلنا له من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هر کسی که فقط در دنیا نعمت بخواهد ما بهش میدهیم، اما لمن نرید، کسی که ما بخواهیم. یعنی الله عزوجل هم همین اراده را بفرمایند که مثلا به کسی بدهد. یا در آیه دیگه هست و یکشف ما تدعون الیه ان شاء، خداوند دور میکند آنچه که شما از خدا میخواهید، یعنی مشکل شما را برطرف میگرداند ان شاء، اگر خدا بخواهد. پس این قید ان شاء و ان شئتو در بقیه آیات هست. در این آیه هم مفسرین چی میکنند؟ مقدر میکنند. پس مرا بخوانید من اجابت میکنم اگر بخوام، اما غیر من را نخوانید. حاجات خودتان را از غیر من نطلبید. چرا؟ خداوند میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. کسانی که استکبار کنند، تکبر کنند از عبادت من، عن عبادتی پایینش بنویسید عن دعایی. ببینید در این آیه دعا و عبادت یک چیز قرار داده شده. اول آیه هست ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید من اجابت میکنم. در ادامه آیه میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتی، کسانی که از عبادت من تکبر کنن. معلوم میشه اون دعا عبادت هست. به همین خاطر ما میگیم که اگر انسان از کسی دیگه بخواهد گویا او را عبادت کرده. الدعاء هو العباده، رسول الله فرموده الدعاء مخ العباده فرموده. دعا خودش عبادته، دعا مغز و لب لباب عبادته. پس کسانی که مرا بخوانند، کسانی که تکبر بکنند عن عبادتی یعنی عن دعایی، مرا نخوانند، از من نطلبند و تکبر بکنند، الله میفرماید سیدخلون جهنم داخرین، ان قریب اونها وارد جهنم میشوند، داخل جهنم میشوند. داخرین یعنی ذلیلین، با ذلت، با خاری. الله اونها را خار میکند و تو جهنم داخل میگردند. خب این مدعای سوره بود برای بار دوم. هرگاه خدای تعالی یک مدعای را مطرح بفرمه بعد از اون دلایل را بیان میکند. همونطور که در بخش اول بعد از مدعا و قبل از مدعا دلایل بود، اینجا هم الان دلایل آغاز میشه. دلیل عقلی دیگر بر اثبات توحید و رد شرک. حاصل این دلیل اینه که ببینید کدوم ذات هست، چه هستی هست که این همه امکانات به شما داده، این همه اسباب و از کنم که امکانات برای شما مهیا فرموده. الله تعالی می فرماید الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما شب را، اللام للانتفاع یعنی برای نفع شما، شب را تا که شما سکونت کنید در اون شب، آرامش داشته باشید در شب. و النهار مبصرا، و روز را الله عزوجل موجب دید که در روز همه چیز را ببینید و برای خودتون رزق و روزی تلاش بکنید. بس ببینید فلسفه شب سکون و آرامش است، فلسفه روز انتشار و کسب و کار است. متاسفانه
در بسیاری از بلاد برعکسه، مردم در شب می‌نشینند تا پاسی از شب، یا جلسه هست یا کار و مشغله هست. روزها هیچ کسی، بالخصوص اول روز، هیچ کسی مشغول کار نیست، همه خواب هستند، تا ظهر همه خوابند، در حالی که این هم از نظر طبی، هم از نظر رزق و روزی و کسب و معاش، از هر جهت مضراتی داره، ضررهایی داره. باید ما بندگان خدای عزوجل ترتیب زندگی خودمون را، برنامه کاری خودمون را به همون ترتیب که خداوند برای ما گذاشته ترتیب بدهیم. یعنی شبها بخوابیم، روزها کار بکنیم. لذا الله می فرماید شب را خداوند قرار داد تا که شما سکون و آرامش داشته باشید در آن شب، و النهار مبصرا، و روز را موجب دید و موجب روشنایی که همه جا را ببینید. ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند واقعا دارای فضل است بر مردم. ببینید چگونه مصالح ما را خدا در نظر میگیرد، چگونه فضل میفرماید. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم سپاسگزار نیستند، شاکر نیستند. ما بررسی بکنیم، گاهی به بعضی نعمتها که خدا به ما داده فکر نمی کنیم. همین شب، اگر همیشه شب باشد، شما تصور بکنید، در آیه از قرآن الله فرموده اگر همیشه شب بیاد برای شما، کی میتونه روز را بیاره؟ یا همیشه روز باشد، انسان خسته میشه، انسان مانده میشه، انسان روانی میشه. الله عزوجل این تنوع را ایجاد کرد. بعد از هر 12 ساعت میبینی فضا عوض میشه، یه فضای تاریک، فضای آرامی، یک فضایی که برای آرامش مفید باشد. باز الله تعالی بعد از اینکه انسان استراحتش تکمیل میشه، تمام میشه، الله تعالی روز را میآورد. لذا این فضل خداست، به خاطر مصالح شما این چنین هست. و الا الان ببینید نظام اینه که همه انسان ها در شب میرن استراحت میکنند و روز کار میکنند. اگر اصلا شب و روزی نباشد، مثلا همیشه روز باشد، خب انسان ها روی یک ترتیب نمیمانند، بعضی ها این ساعت استراحت میکنه، بعضی اون ساعت. لذا ما با هم دیگر مرتبط هستیم، ما با هم دیگر کار داریم، کارهایمون را انجام میدیم. وقتی که برای کار میریم میبینیم آقا استراحت میکنه، اون پیش ما میاد، اون ساعت ما استراحت میکنیم. لذا نظام وقتی که در هم برهم بشه، معاش ما، کارهای ما با مشکل و با چالش مواجه میشه. اما وقتی که همه هماهنگ، در ساعات خاصی استراحت، در ساعات خاصی کار، و این نظام از بالا برای ما تعیین شده، خب مسائل ما، معاش ما، برنامه های ما روی نظم پیش میره. لذا به این نعمت ها کمتر مردم فکر میکنند. الله میفرماید خداوند خیلی فضل میکند بر مردم، اما اکثر مردم شکرگزار و سپاسگزار نیستند. ذالکم الله ربکم، بعد از این نتیجه، بعد از این دلیل عقلی، این نتیجهش هست. نتیجه دلیل عقلی این الله هست که رب شماست، این همه لطف و احسان نسبت به شما داره. خالق کل شیء، ذاتی که آفریننده هر چیز هست. لا اله الا هو. این نتیجه شد. پس به این نتیجه میرسیم که هیچ معبود لایق عبادت و پرستش نیست بجز او. فانا تؤفکون، به کدام سمت و سو برگردانده میشوید؟ به کدام جهت، به کدام مسیر شما منحرف میشوید؟ منظور الله عزوجل اینه که وقتی که شما میبینید همه این نعمت ها، نعمت شب، روز، خالق فقط و فقط خداست، چرا به وقت عبادت، چرا به وقت دعا، چرا به وقت سجده شما به جای دیگه میرید؟ یا ایها الانسان
ما غرک بربک الکریم. ای انسان، نسبت به این ربی که اینقدر نسبت به تو کرم دارد، نسبت به تو احسان دارد، نسبت به تو لطف دارد، همه ما احتاج تو را فراهم کرده، نسبت به این رب چه چیزی تو را فریب داده که همه نعمت را از او استفاده می کنی؟ خورشیدی که او آفریده، شب و روزی، زمین و آسمانی، آبی، همه اون چی که او برات مهیا کرده، تو اون استفاده می کنی، اما به وقت عبادت بر در دیگران میری، سجده دیگران را می کنی، دعا از دیگران می طلبی، حاجات خودت را از دیگران می طلبی. پس الله می فرماید فانا تؤفکون، چرا به سوی دیگر برگردانده می شوید؟ ای کیف تعبدون غیره من الاصنام التي لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اون ذاتی که شما همیشه از نعمتها و از الطافش استفاده می کنید، چرا شما به وقت عبادت، به وقت سجده به سوی بت میرید، به سوی آستانه میرید، به سوی قبر و درخت میرید؟ چرا به سمت سوی دیگه میرید؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآیات الله یجحدون. الله عزوجل میفرماید تخصیص این مشرکین مکه نیست، مخصوص اینها نیست. هر کسی که نسبت به آیات الهی منکر باشد، اون همیشه مسیرش اینگونه منحرف است. كذلك یؤفک، یؤفک یعنی برگردانده میشه، منحرف میشه. ای کل من جحد بآیات الله ولم یتأملها، هر کسی که نسبت به آیات الهی انکار بکند و تأمل و تدبر نکند، ولم یطلب الحق، طالب حق نباشد، افک کما افکو، اونم منحرف میشه همونطور که قریش مکه منحرف شدن. لذا الله می فرماید كذلك یؤفک الذین كانوا بآیات الله یجحدون، همچنین منحرف میشن کسانی که نسبت به آیات الهی انکار میکردند. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. دلیل عقلی دوم هست که این دلیل، در این دلیل هم موارد آفاقی هستند هم موارد انفسی. بعضی چیزها را الله ذکر می فرماید که در عالم هستند خارج از وجود ما، بعضی نعمتها را ذکر می کند در وجود ما هستند. انسان به این نعمتها فکر کند. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، الله آن ذاتی هست که برای شما زمین را قرار داده، یعنی زمین قرار دارد، زمین آرامش دارد. ببینید به این نعمت مثلا ما فکر نمی کنیم. اگر برای چند ثانیه زمین قرارش را از دست بده، برای چند ثانیه زمین به لرزش می افتد، یک لرزش کوچولویی، تمام عیش ما مکدر میشه، تمام زندگی ما خراب میشه، تمام ساختمانهای ما سرنگون میشه، تمام افراد ما هلاک میشن. 13 ثانیه در بم زمین قرار خودش را از دست داد، زمین لرزید، 100,000 نفر کشته شد. لذا اینا نعمت هستند، ما به این نعمت ها فکر نمی کنیم. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، الله دوست دارد بنده ای را که آیاتش را بخواند و در این آیات تدبر بکند. با یک تکان یک شهری ویران میشه، با یک تکان تو دریا وقتی که میاد موجها مثل کوها میزنه و شهرها را، ساختمانها را، ماشینها را، انسانها را تمام را نابود میکنه. لذا این نعمت قرار، این نعمت اینکه زمین آرامش دارد، زمین نمی لرزد، این نعمت اندکی نیست، نعمت کوچکی نیست. لذا الله ما بندگان را دعوت میده که ما به این نعمت ها فکر کنیم و بعدا شکر کنیم. شکر اینه که ما خدا را فقط عبادت کنیم، کسی غیر از خدا را پرستش نکنیم. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، الله عزوجل آن ذاتی است که زمین را برای شما قراری آفریده، و السماء بناء، و آسمان را سقفی. از آسمان الله تعالی باران میفرستد، از آسمان آب میفرستد. و صورکم، این نعمت انفسی است، اونا آفاقی بودند. و صورکم فاحسن صورکم، الله به شما صورت داد، زیبایی داد. فاحسن صورکم، زیبا آفرید صورت شما.
اولا قد و قامتی که انسان داره نسبت به بقیه حیوانات نگاه کنید. حیوانات بعضی ها بر 4 دست و پا راه میرند، بعضی ها بر شکم راه میرند، اما الله عزوجل انسان را سربلند آفریده و انسان اعضایش، زیباییش و بغیر از ظاهرش باطنش الله به انسان عقل داده. گاهی آدم با خودش تصور میکنه همین عقل را اگر خدا به حیوانات میداد، همین چیز خدای تعالی روی حکمت است. اگر خدا به حیوان عقل میداد، شتر عقل میداشت، گاو و نمیدونم اسب و این حیوانات عقل میداشتند، آیا به درد ما میخوردند؟ آیا برای ما بار میکشیدند؟ آیا به ما شیر میدادند؟ آیا در خدمت ما بودند؟ لذا اینها همه نعمتند. الله عزوجل اونها را خالی از عقل آفریده که بچه کوچیک ما لگامش را میگیرد میبردش به طرف مسلخ و کشتارگاه، میره نمیدونه چه خبره. تمام انسانهای دنیا شب و روز هزاران دام، گاو و گوسفند و شتر میکشند و برای رزق و روزی، برای سفرهشون استفاده میکنند. اگر اینها همه عقل میداشتند چه تشکیلاتی میکردند، چه عرض کنم که برنامه ریزی بر علیه انسان ها میکردن. انسان در مقابل اونها چیه؟ لذا الله تعالی به ما این همه نعمت ها را داده و صورکم فاحسن صورکم، شما را صورت داد، هم زیبا صورت داد، و رزقکم من الطیبات، و الله شما را رزق داد از مالهای پاکیزه. چه مالهای پاکیزه ای الله عزوجل برای ما مهیا فرموده. وقتی که یک سفره ما می نشینیم سر سفره میبینیم سبحان الله این سفره چقدر متنوع هست، چقدر طیبات، گوشت، برنج، میوه هست، سبزی، همه چیز از تمام دنیا. هر رزقی هست، روزی از یک گوشه دنیا برای ما آمده، روی سفره ما الله قرار داده. و رزقکم من الطیبات، این کیه که این همه برنامه ریزی را برای شما انسان ها کرده؟ ذالکم الله ربکم، این نتیجه دلیل است. این الله است که رب شماست، پرورش دهنده شماست. فتبارک الله رب العالمین. ادعا اینه، بابرکت است الله، تمام برکات از طرف او هست. اون ذاتی که رب عالمیان است، رب جهانیان است. هو الحی، او همیشه زنده هست، فنا نمی پذیرد، موت بر او نمی آید. نتیجه چی شد؟ نتیجه دوباره همون نتیجه اول که لا اله الا هو. ای انسان به این نتیجه برس از این همه دلائل که هیچ ذاتی که لایق عبادت باشد، لایق الوهیت باشد نیست مگر او، الا هو. پس وقتی که به این نتیجه رسیدی چیکار کن؟ برای بار سوم دوباره مدعای سوره فدعوه مخلصین له الدین، فقط و فقط او را فریاد بزن یا فلان و یا فلان نگو، انسانها را صدا نزن، مخلوقات را ازشون کمک نخواه، از بندگانی که خدا خالق اونهاست کمک نگیر. فدعوه، فقط و فقط او را بخوانید در حالی که خالصتا برای او انجام دهید دعا را. له الدین، صبح خواندیم مخلصین له الدین، ای مخلصین له الدعاء. الحمد لله رب العالمین. این نتیجه تمام دلائل ما قبل است. نتیجه این شد که تمام حمد و صفت اختصاص دارد برای الله، بالخصوص محامد و صفتهایی که از اونها الوهیت ثابت میشه، مثل مدبر بودن، مثل متصرف بودن، مثل عالم الغیب بودن. این صفات اختصاص دارد. این نوع محامد، تعریفات فقط و فقط برای الله است، آن ذاتی که رب عالمیان است. خب خدمت شما در ابتدای سوره عرض کردم
که سوره بر دو بخش است. تا الحمدلله رب العالمین بخش اول سوره هست. بخش دوم سوره از قل انی نهیتو از اینجا به بعد شروع میشه. در بخش دوم هم همون مطالب بخش اول دوباره تکرار میشه. در ابتدا خواندیم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. اینجا دوباره الله عزوجل دلیل وحی را، اونجا هم دلیل وحی بود، اینجا مجدد تکرار دلیل وحی است در ابتدای بخش دوم. ای پیامبر اعلام کن، این دلیل وحی است. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من باز داشته شدم، من نهی شدم اینکه عبادت کنم و پرستش کنم آنانی را که شما میخوانید بغیر از الله. لذا خدایان شما خدا نیستند، باطلند. من خدا باز داشته از اینکه من اونها را عبادت کنم، بالخصوص بعد از اینکه دلائل پیش من آمد. لما جاءنی البینات من ربی، زمانی که بینات دلائل عقلی و نقلی بنویس، دلائل عقلی و نقلی پیش من آمده. و امرت ان اسلم لرب العالمین، من دستور یافتم، امر گرفتم از خدا اینکه من تسلیم بشم برای رب العالمین، یعنی ظاهر و باطن من مأمورم که کاملا در بست در اختیار رب العالمین باشم. منظور اینه که کسی دیگر را از کسی دیگر اطاعت نکنم. ببینید ما هم بندگان خدا هستیم، خداوند همه الطاف و احسانات را به ما کرده، لذا ما هم نباید رب العالمین را نافرمانی بکنیم، ما هم باید تسلیم بشیم. اگر ماحول ما تقاضا میکند که ما معامله ربوی انجام بدیم، رب العالمین اجازه نمیده ما تسلیم رب العالمین بشیم. اگر در ماحول ما رشوه هست، کار بدون رشوه پیش نمیره، ما باید تسلیم رب العالمین بشیم. اگر در ماحول ما رسوماتی هست که در اون رسومات منکر و ناجایز هست، ما باید تسلیم رب العالمین بشیم، چون این همه نعمت از او استفاده میکنیم. با وجود این همه نعمت رب العالمین را نافرمانی کردن میشه نمک حرامی. لذا نباید انسان این طور باشد. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا. الله عزوجل از اینجا مجدد بعد از اینکه بخش دوم شروع شد دلائل را آغاز می فرماید. دلائل توحید هستند، هم عقلی و هم نقلی، اما اینجا ابتدا عقلی هست. هو الذی خلقکم من تراب. ببینید اگر کسی را بخواهیم عبادت بکنیم، کسی لایق عبادت است که 4 ویژگی در او باشد. 1 احسانات سابقه، یعنی در گذشته بر ما احسان دارد. 2 احسانات موجوده، در حال حاضر هم بر ما لطف و احسان دارد. 3 موت و حیات هم به دست او باشد. 4 کارساز و مشکل کشا باشد، هر وقتی به مشکلی گرفتار شدیم او بتواند مشکل ما را حل بکند. الان این صفات را غیر از خدا کسی ندارد. بقیه کسانی که مردم اونها را فریاد میزنند، از اونها استمداد میکنند، اونها در گذشته بر ما چه احساناتی داشتند؟ آیا ما را خلق کردند، به ما رزق و روزی دادند، یا در حال حاضر بر ما احسان دارند؟ لذا الله عزوجل ابتدا احسانات سابقه را بر ما یادآوری میکند. هو الذی خلقکم من تراب. الله آن ذاتی است که شما را از خاک آفرید. ماده بعید ما خاک است. جد اول ما از خاک آفریده شده حضرت آدم. ثم من نطفه، سپس از نطفه. این ماده قریب هست، اون ماده بعید، این ماده قریبه. ثم من علقه. ببین مراحل یک جنین را الله تعالی چگونه زیبا بیان می فرماید. این مطلبی که
باز هم جای تعمق و تدبر دارد، اون اینه که این آیات را رسول الله صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش برای مردم بیان کرد. اون زمان که هیچ کس از جنین نمیدانست، از مراحل داخل شکم نمیدانست. امروز وقتی که اطباء و دکترها بررسی میکنند، امروز به وسیله سونوگرافی ها و دستگاه های دیگر درون شکم را نگاه میکنند، میبینند همین مراحل است. بس در اون زمان، در زمانی که یه پیامبر امی که سواد نداشته، به مکتب نرفته، طب نخوانده، تاریخ نخوانده، حتی و ما کنت تخطه بیمینک، با دستش یک کلمه هم نمیتونه بنویسه، اون پیامبر این دقایق علمی را بیان میکنه، این دلیل بر چی هست؟ بر صداقتش هست، دلیل بر حقانیتش هست. همانطوری که واقعیت امروز پیشرفت علم نشان داده، چندین قرن پیش در قرآن مجید اعلام شده این اعجازهای علمی. الله بیان میفرماید ثم من نطفه، سپس الله تعالی شما را از نطفه آفرید. ابتدا نطفه داخل رحم قرار میگیرد، بعد از اون نطفه تبدیل به علقه میشه. ثم من علقه، علقه یعنی لخته خون، اون منی تبدیل به لخته خون میشه. ثم یخرجکم طفلا، بعد در آیات دیگه مراحل بیشتری هست، من علقه مضغه مخلقه و غیر المخلقه. الله تعالی می فرماید که اون علقه بعد تبدیل به تکه گوشت میشه، بعد عرض کنم استخوان را درست میکنه الله، بعد پوست را بر اون قرار میده. تمام مراحلی که برای تکمیل یک جنین هست الله تعالی بیان میفرماید. ثم یخرجکم طفلا، سپس شما را از شکم مادر بیرون میکند به شکل طفل، بچه کوچک. ثم لتبلغوا اشدکم، سپس ثم یربیکم، یربیکم اینجا مقدره، خدا شما را کم کم رشد میده، تربیت میکند، بزرگتون میکنه تا که شما برسید اشدکم، به سن جوانیتون، به سن قوتتون. اینا نعمتهای اون قبلا احسانات سابقه بود، اینا احسانات موجوده است. ثم لتكونوا شیوخا، بعد از این جوانی شما برسید به پیری، پیر بشید، سن بالایی داشته باشید. اما در این وسط متفاوتید. و منکم من یتوفى من قبل، بعضی از شما وفات داده می شوند، روحشون قبض کرده می شود قبل از اینکه به سن شیوخ برسد. ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. همه این مراحل برای این است که تا اینکه در دنیا شما برسید به یک میعاد مشخصی، مدت مشخصی که اون آخر عمر انسان است. ولعلكم تعقلون، همه دلائل توحید را الله بیان کرد برای شما، شاید شما درک کنید، شما عقل بکنید، از عقلتون کار بگیرید و به حقیقت معبود برسید. هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. الله عز وجل بعد از اینکه احسانات سابق و احسانات موجود را بیان فرمود، حال این بیان میفرماید که موت حیات شما هم به دست الله است، به دست کسی دیگه نیست. هو الذی یحیی و یمیت، الله آن ذاتی هست که زنده می کند و می میراند. فاذا قضا امرا، هرگاه فیصله امری بکند، چه به صورت تدریجا چه دفعتا واحده، فانما یقول له کن فیکون. الله بهش دستور میده که کن، به وجود بیا، اون امر فیکون به وجود میاد. لذا همه این نعمت ها، این قدرت ها اختصاص به الله دارند، از آن الله هستند. الم تر الى الذين يجادلون في آیات الله. ببینه بعد از دلائل عقلی در بخش اول سوره هم خواندیم که خداوند سرزنش میکند، توبیخ میکند
منکرین را، مخالفین را، اونهایی که این دلائل را میشنوند و اونها متنبه نمیشوند، متذکر نمیشوند. ربط این آیه با گذشته هم همینه که ما در رکوع گذشته خواندیم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ما پیامبران خودمون را یاری میکنیم و همچنین مؤمنین را. و بعد خداوند فرمود اونهایی که انکار بکنند لهم اللعنت و لهم سوء الدار. اونهایی که مخالفت کنند، اونهایی که انکار بکنند با لعن و با دوری از رحمت الهی مواجه میشند. حال اینجا به تفصیل بیشتری گفته شده که خداوند چگونه اونها را با لعنت، با عذاب، با بدبختی مواجه میکند. لذا الله تعالی از اینجا به بعد ضمن اینکه منکرین را بر منکرین توبیخ میفرماید، اون لعنت را، اون عذاب را الله به طور تفسیر بیان میکند. الله میفرماید الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله. آیا خبر دارید؟ دیدی یعنی خبر داری آنانی را که یجادلون فی آیات الله، بنا حق در آیات الهی جدال میکنند. اونهایی که جدال بالباطل میکنند، بجای اینکه تسلیم بشن در مقابل حق، این سری دلائل میآورند و سعی میکنند دلائل حق را بی اثر بکنند. انا یصرفون، به کدام سمت و سو برگردانده میشوند؟ الذین کذبوا بآیات بالکتاب و بما ارسلنا به رسلنا. این اهل باطل کیا هستند؟ آنانی که تکذیب کردند کتابها را، کتابهای آسمانی را، و بما ارسلنا به رسلنا، آنهایی که اون پیامی که ما با رسولمون فرستادیم اون تکذیب کردند. خداوند با رسول چه پیامی فرستاده؟ و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. خداوند میفرماید برای همه رسول این وحی را ما مشترکاً فرستادیم که اعلام کنید ای رسول لا اله الا انا، هیچ ذاتی که لایق عبادت باشد بغیر از من الله نیست. بما ارسلنا به رسولنا، پس توحید است، توحید فی الالوهیت. بما ارسلنا به رسولنا این است که فقط و فقط خدا را پرستش بکنید. لذا الله می فرماید الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا، آن انسان هایی که تکذیب کردن کتاب را، کتاب های آسمانی را، و بما ارسلنا به رسلنا، اون توحیدی که ما اون توحید را فرستادیم با رسولمون، ارسلنا به، اون توحید را فرستادیم رسولمان را به خاطر اون توحید. فسوف یعلمون، اینهایی که تکذیب میکنند این وعید است، ان قریب میدانند، ان قریب اینها میدانند که به چه سرنوشت بدی گرفتار میشوند. حال تخویف اخروی، الله اون عذاب را بیان میکنه که اینها ان قریب به این عذاب گرفتار میشوند. اون چیه؟ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم، زمانی که توقها به گردنشون انداخته بشه، والسلاسل و زنجیرها به پاهایشون بسته بشه. این از قبیل الفتها تبنا و ماء باردن هست، یک اصطلاح عربی است. اصل عبارت اینه اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل فی ارجلهم، توقها به گردنشون هست و زنجیرها به پاهایشون هست. ببینید مجرم در قیامت نمیتونه فرار بکنن. خب چرا زنجیرش میکنن؟ چرا زولانهش میکنن؟ زنجیر به خاطر تذلیلش، ذلت بیشتر. الان در دنیا مرسوم است خیلی از انسانها را، شخصیتها را، بعض رئیس جمهورها را وقتی که میارن به دادگاه یا دستبند میزنن یا تو قفس میارند، میخوان نشون میدن که این مجرمه، و الا 4 تا سرباز باشه کجا فرار میکنه؟ ولی هدف چیه؟ هدف خرد کردنش هست. پس اینجا هم این همه زنجیر
در یه آیه هست که زنجیری که به او بسته میشه 70 ذراع، 70 ذراع هست. پس این فرد را اونجا چی میکنند؟ ذلیل میکنند. لذا الله میفرماید اذ الاغلال فی اعناقهم، زمانی که طوقها در گردنهایشون هست، و السلاسل، و همچنین زنجیرها به پاهایشون بسته، یسحبون فی الحمیم، اینها کش داده میشوند در آب جوش، ثم فی النار یسجرون، سپس این انسانهای مجرم و مشرک در آتش سوزانده میشوند. اینها را تو آبجوش هم میبرند که بدنشون له میشه، بعدا تو آتش میندازند. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، سپس به اینها گفته میشه کجا هستند اون معبودانی که شما اونها را شریک خدا قرار میدادید؟ یا فلان من کمک کن، یا فلان ادرکنی، میگفتی مرا دریاب. کجایند الان؟ چرا شما را در نمیابند؟ چرا به داد شما نمیرسند؟ اونهایی که در دنیا شما از اونها حاجات میطلبیدید، از اونها کمک میگرفتید. قالوا ضلوا عنا، اونجا مجرمین اعتراف میکنند، میگویند گم شدند از ما. ضلوا عنا، از ما گم شدند. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بعد انکار میکنه. اول میگه گم شدن پیدا نمیشن، بعد انکار میکنه، میگه نه ما اصلا در دنیا هیچ چیز را عبادت نمی کردیم. لم نکن ندعو من قبل شیئا، ما نبودیم که فریاد بزنیم قبل از این چیزی را. یعنی چه؟ اول اقرار بعدا انکار. اینجا مفسرین دو تا تقریر و دو تا تفسیر بیان کردن. بعضی گفتن که اول میگویند ضلوا عنا، گم شدن، هرچی میگردیم پیداشون نمی کنیم. بعدن چون که خیلی سرگردان و وحشت زده هستند، بعدن میگن نه ما دروغ گفتیم، ما کسی را فریاد نزدیم تو دنیا. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ما هیچ چیز را در دنیا میدونن که دروغ اینجا نتیجه نداره، ولی میگن خب دروغ بگیم شاید رهایی یافتیم، شاید خلاصی یافتیم. لذا بعضی اینو گفتند. اما بعضی دیگه میگن نه، معنیش اینه که ضلوا عنا، اونا گم شدن، امروز چه کسی را فریاد بزنیم؟ اونها لایق فریاد زدن نیستند. اونها اگر معبود بودند می آمدن به کمک ما می شتافتند. بعد اقرار میکنن بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکه حقیقت اینه که در دنیا ما که کسانی را که صدا می زدیم اونا شیئا معتد به نبودند، یعنی کسانی که ارزش فریاد زدن را داشته باشند، کسانی که لایق عبادت باشند و لایق دعا باشند نبودند. پس ما شیء معتد به را، شیء ارزشی را ما در دنیا نمیخواندیم. کاش که ما در دنیا خدا را فریاد میزدیم که اینجا به درد ما میخورد، به داد ما میرسد. لذا پس منظور اینه که ما فریاد نزدیم در دنیا شیئا ای شیئا معتدا به، چیز ارزشی را، بی ارزش بودند که ما فریاد زدیم. انه تعالی یحیرهم، معنای اول روح المعانی نوشته، خدا اونها را چنان حیران میکند فی امرهم، در کارشون، حتی یفزعون الی الکذب، حتی که رجوع میکنن به دروغ، مجبور میشن دروغ بگند، مع علمهم بانه لا ینفعهم، در حالی که میدونن که دروغ اینجا سودی ندارد. یا اینکه نه، معنای دوم بل تبین لنا اليوم، بلکه امروز برای ما واضح شد که انا لم نکن نعبد فی الدنیا شیئا یعتد به، ما در دنیا کسی را که ارزش عبادت را داشته باشد نمیخواندیم. کذالک یضل الله الکافرین، الله میفرماید کذالک به معنی لذالک، علت است، به این خاطر خداوند کافرین را گمراه میکند.
ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون. این علت جزا هست. چرا در قیامت به اون عذاب گرفتار می شوید؟ این به سبب این هست که کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، شما در زمین خدا در دنیا تکبر می کردید به ناحق. تفرحون، فرح گرچه معنی لغویش هست خوشحالی، اما عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرموده کل فرح فی القرآن بمعنى البطر. هر فرح و هر خوشحالی، هر فرح، لفظ فرح که در قرآن میاد به معنی غرور است، به معنی تکبر است. فرح و مرح هر دو به تکبر میگویند، اما فرق دارن با هم. فرح اون غروری را میگن که در دل داره انسان، تو دلش خودش را از همه بزرگتر میدانه، خودش را کسی میداند، دیگران را بیارزش میداند، دیگران را حقیر میداند. اونی که در دل باشد چیه؟ فرح است. بعد از این که در دل باشد انسان بر اعضا و بر جوارح و بر رفتار و گفتار نشون میده، این را میگن مرح. مرح اونه که پس با اعضا و با جوارح باشه، سینهش را جلو میده، سرش را بلند میکنه، با یک غرور خاصی راه میره، این مرح است. ولا تمشی فی الارض مرحا، اینطور مغرورانه و متکبرانه راه نرو، متواضعانه راه برو، قرآن گفته. پس مرح اونه که غرور و تکبر بر اعضا و جوارح ظاهر بشه. فرح اینه که غرور و تکبر کجا باشد؟ در دل باشد. لذا الله عزوجل به مجرمین میگه ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. این به سبب این است که شما در زمین غرور داشتید، متکبر بودید، بغیر الحق، بنا حق، یعنی ارزش تکبر را نداشتی. تو یک مخلوق نمیتونه متکبر باشد. و بما کنتم تمرحون، به سبب اینکه مرح میکردید، یعنی تکبر را با عملتون نشان میدادید. ببین تکبر با عمل نشان دادن بخشی را توضیح دادم که انسان مغرورانه راه بره، متکبرانه راه بره، اما بعضی کارهایی هم انسان میکنه که میخواد نشون بده من مثلا چنین هستم و چنان هستم. به عنوان مثال وقتی که جشنی هست، خوشی هست، چنان معصیت میکنه، چنان اسراف میکنه، چنان فضول خرجی میکنه، چنان خودش را نشان میده که مردم همه ازش تعریف بکنند. اینم نوعی مرح هست، نوعی تکبر هست. میگه اگر من کم بیارم مردم میخندند، مردم مسخره میکنند، مردم چنین میکنند، چنان میکنند. این عرض کنم خدمت شما، اینم نوعی مرح هست که مفسرین نوشتن تمرحون بالانفاق فی المحرمات و السرور بالمعاصی. یکی از صورتهای مرح اینه که مالت را خرج میکنی در چی؟ در محرمات. مثلا خداوند بهت جشن داده، خداوند به جای اینکه برایت ماتمی بیاره برایت سرور و خوشی آورده، تو چی کار میکنی؟ به جای اینکه خدا را شکر بکنی، تو ارگ میاری، تو دهل میاری، تو موسیقی و رقص و پایکوبی برا میندازی، تو اختلاط مرد و زن میکنی. اینا هست تکبر. اینم نوعی تکبر است، اینم مرح است. و سرور بالمعاصی، خوشحالی خودش را به وسیله چی نشون میده؟ به وسیله گناه نشون میده. گاهی به این افراد گفته میشه که آقا در عروسی ها نافرمانی نکنید. میگه مگه عروسیه یا ماتمه؟ شما اینجا هم نمیگذارید ما خوشحالی بکنیم؟ خب خوشحالی بکنید. خوشحالی همینه که از نعمت الله استفاده بکنید. شما دیگ درست کردید، گوشت درست کردید، برنج درست کردید، مهمان دارید، تبریک بگید، تهنیت بگویید، بخورید، خوش باشید.
ولی گناه و معصیت نکنید. گناه و معصیت در وقت چنین مراسمی مسائلی، این مفسرین نوشتن این نوعی مرح است. الله از این ناراضی میشه. الله میگه من این بنده را، این موقعیت خوشی را بهش دادم، این بجای اینکه شاکر باشه، سپاسگزار باشه، این چیکار میکنه؟ این معصیت میکنه، من نافرمانی میکنه. لذا الله میفرماید ای انسان، تو در دنیا هم در دل مغرور بودی، هم ظاهرت مغرور بود، هم باطنت مغرور بود. این بیشتر مال مشرکین است، این عادات و صفات مال مشرکین است. لذا نتیجه چی میشه؟ ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، بهش گفته میشه داخل بشید شما در درهای جهنم، خالدین فیها، همیشه در آن جهنم بمانید. فبئس مثوى المتکبرین، بسیار بد است جایگاه متکبرین. این جایی که خدا برای متکبرین در جهنم تعیین کرده جایگاه بدی هست. الله همه ما را از تکبر، از فرح و مرح نجات بده. فاصبر ان وعد الله حق. الله عزوجل بعد از اینکه متکبرین را، کسانی که با پیغمبر مبارزه می کردند، سرداران کفر را، رؤسای شرک را، بعد از اینکه سرزنش فرمود، زجر فرمود، حال حبیب خودش را تسلی میده. تو نگران نباش ای پیامبر من، فاصبر، صبر کن. ان وعد الله حق، وعده الهی حق است. وعده عذاب، وعده مؤاخذه خدای عزوجل فرا میرسد. کی هست؟ الله میفرماید اون با ما بستگی داره. فاما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا یرجعون. اگر ما به شما نشان بدهیم بعضی از آنچه که وعده میدهیم. خدا چی وعده داد؟ وعده عذاب برای کفار. ای پیغمبر اگر ما بهت نشان بدیم، یعنی در حیاتت اونها را عذاب بدیم. این سوره مکی هست، در مکه خدا میفرماید اگر ما در حیاتت اونها را عذاب بدیم، او نتوفینک، یا شما را وفات بدیم، شما را به ملاقات خودمون ببریم، در هر دو صورت شما نگران نباش. فالینا یرجعون، به سوی ما برگردانده میشوند. این مشرکین نهایتا به سوی ما برگردانده میشوند. اینجا شاید کسی اعتراض بکنه، البته از فحوای آیه اینطور فهمیده میشه، اینطوری که خداوند پیغمبر خودش را خطاب کرده، پیغمبر منتظر بود که کی عذاب خدا بر اونها میاد. الان شاید کسی اعتراض بکنه که از یک طرف پیغمبر ما پیغمبر شفقت و رحمت بود. آیا پیغمبری که پر از شفقت و رحمت است وجودش، آیا این پیغمبر اگر منتظر باشه که دشمنانش را خدا عذاب بده، این خلاف رحمت نیست؟ این خلاف شفقت نیست؟ این خلاف رأفت نیست؟ جوابش اینه، خدمت شما عرض کنم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اولا حریص بود بر ایمان اونها، که اونها مسلمان بشن. اما بعد از اینکه پیغمبر خدا به این نتیجه رسید که اینها ایمان نمی آورند، مایوس شد از ایمانشان. و نه تنها نه اینکه مایوس شد و ایمان نمی آوردند، شب و روز بر مظلومین ستم می کردند. شب و روز یاران رسول الله را کتک می زدند. شب و روز شکنجهگاهایشون از آه و فغان، صدای فریاد مظلومین به هوا بلند بود. خب با توجه به این شرایط ایمان هم نمی آورند، همیش ستم می کنند. باز هم اگر پیغمبر منتظر انتقام مظلومین را از اونها داشته باشد، این خلاف شفقت است؟ خیر، این شفقت است، شفقت و رحمت است بر مظلومین. پیغمبر انتظار می کشد که کی انتقام بلال و صهیب و عمار و یاسر و سمیه ازشون گرفته بشه. بنابراین این خلاف شفقت نیست.
پس الله عزوجل اینجا گفت فرمودند که ما اگر به شما نشان بدیم بعض الذین نعدهم، آیا نشان داد؟ بله. خداوند در جریان بدر 70 تا از بهترین سرداران را کشت، 70 تا دیگه اسیر شدند، بقیه خار و زبون و پا به فرار گذاشتند. بعض الذین نعدهم همینه. اما بالاخره فالینا یرجعون، نهایتا به سوی ما برگردانده می شوند. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، تسلی برای پیامبر بود. حال دلیل نقلی هست، دلیل نقلی از انبیاء گذشته به صورت اجمال. الله می فرماید ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، همانا ما فرستادیم پیامبرانی را قبل از شما. منهم من قصصنا علیک، بعضی از اون پیامبران هستند که ما تعریف کردیم برای شما، قصه و واقعه اونها را بیان کردیم برای شما. و منهم من لم نقصص علیک، بعضی از اونها هستند که ما داستانشون را تعریف نکردیم. در سوره نساء هم الله میفرما منهم من قصصنا علیک من قبل و منهم من لم نقصص علیک. معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر محبوب خدا بود، از همه احوال خبر نداشت، از غیب اطلاع نداشت. خدا بهش میگه بعضی را ما برای تعریف کردیم، بعضی را تعریف نکردیم، شما هنوز خبر ندارید. اما یک اصل بسیار مهم را الله اینجا بیان میفرماید، اون اینه که در همه رسولان این وجه مشترک بود. و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا باذن الله. بعضی از مفسرین این آیه را جواب سوالی قرار دادن. سوال اینه، اشکال اینجاست که خب شما ای محمد، گویا از طرف مشرکین گفته میشه، به ما معجزه نشان بده، اون معجزه‌ای که ما میخواهیم، ما ایمان میآوریم. اونا چه معجزه‌ای میخواستند؟ اونها میگفتن وقال الذين كفروا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ما به تو ایمان نمیآوریم. چند چیز میخواستن که برای ما نامه بیاوری مخصوص ما که ما بخوانیم، یا او ترقى في السماء، یا ما ببینیم که شما داری به آسمان میری، یعنی به سوی آسمان پرواز کن. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا باغی داشته باشی، باغ بسیار خوبی از انواع میوه ها، و در این باغ نهر و جویبار و چشمزار و همه چیز باشه، یا اینکه کاخی داشته باشی. چیزهای متعددی از پیغمبر میخواستن. در سوره عرض کنم که فرقان هستن همه. الله عزوجل اینجا جواب میده که ببین هیچ رسولی نیامده مگر اینکه معجزه را به اذن خدا آورده. معجزه در اختیار پیغمبر نیست. این بحث را من در مسئله اله هم خدمت شما عرض کردم که اگر پیغمبری معجزه نشان میده، اگر عیسی علیه السلام کور مادرزاد را بینا میکند، میگه و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله، همه این کارها را من میکنم به اذن الله. پس معجزه به دست خود پیامبر نیست. موسی فقط میاندازه، بعد از اون کار خداست که اون را تبدیل به چی میکنن؟ اژدها میکنن. لذا الله عزوجل اینجا هم بیان میفرماید که و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا باذن الله. برای هیچ رسول این اختیار نبود که ان یأتی بآیة، آیه و معجزه بیاورد، الا باذن الله، مگر باذن الله. ببین عیسی اون معجزات را داشت، ولی آخر مسیحیان به عیسی گفتن ای عیسی ما از شما میخوایم یک سفره از آسمان. سوره مائده که مائده به معنی سفره است، به همین خاطر نامش مائده است. یک سفره از آسمان بیاری، روی اون سفره نعمتهای بهشتی باشد، ما بخوریم، ما بعدا ایمان می آوریم.
خب عیسی نمیتونست. عیسی دعا کرد ربنا انزل علینا مائدة من السماء، بار الها سفره از آسمان نازل بفرما، تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیة منک، تاکه باعث خوشی باشه برای اول و آخر ما و این آیه و معجزه از طرف خود باشه. اما خداوند گفت که نه، من سفره را نمیفرستم مگر اینکه اگر سفره را بفرستم بعد از اون سفره اگر پیروان تو کفر بکنند من چنان عذابی به اینها میدم که هیچ یک از عالمین را اون عذاب ندادم. قال الله انی منزله علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. لذا خداوند عزوجل وعید بیان میفرماید. معلوم میشه که این معجزه به دست عیسی نبود، معجزه به دست الله است. الله با شرط و شروط میفرماید من معجزه را میفرستم. اینجا هم همینه و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا باذن الله. هیچ رسولی نمیتواند معجزه از خود بیاورد مگر به اذن الله. فاذا جاء امر الله، هرگاه امر الهی بیاید در دنیا و در آخرت، منظور عذاب است، قضی بالحق، به حق فیصله میشه. و خسر هنالک الکافرون، اونجا کافران در ضرر و زیان واقع میشن. کافران دیگه متوجه میشن که ایمان نیاوردند، ضرر کردند، الان باید برای همیشه در عذاب گرفتار بشن. خب این در رابطه با معجزه بود. حال مجددا میریم به سوی دلائل توحید، دلائل عقلی توحید. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها و منها تأكلون. الله آن ذاتی هست، این دلائل بار بار بیان میشه که ما خودمون را ممنون احسانات پروردگار بدانیم. بعد از اینکه ممنون احسانات پروردگار شدیم اون وقت ما در عبادات کسی را شریک قرار ندهیم. خداوند آن ذاتی است که قرار داد برای شما چارپایان را لترکبوا منها، من تبعیضیه هست، تاکه سوار بشید بعضی از اونها را. و منها تأکلون، بعضی از اونها هستن که شما میخورید، گوشتشون را استفاده میکنید. و نه اینکه این دو تا منافع، یکی سواریشون یکی گوشتشون. ولکم فیها منافع، برای شما در اون حیوانات منافع هست، منافع دیگر، منافع مثلا پشمشون، مویشون، شیرشون. شما برای خودتون لباس درست میکنید، شما چادر و سیاه خیمه درست میکنید، شما پوستین درست میکنید، شما انواع از کنم که پوشاک ها از اونها درست میکنید. چه منافعی در اونها هست برای شما. ولتبلغوا علیها، یکی دیگر از منافع که این غایت رکوب است، لترکبوا، نه سوار بشید، ولترکبوا علیها حاجتا فی صدورکم، ولتبلغوا علیها، تاکه برسید بر آن شتر، بر آن اسب، بر آن سواری. به کجا؟ حاجتا فی صدورکم، بر اون نیاز و حاجتی که در دل شماست، در سینه شماست، در قلب شماست. مثلا شما نیاز دارید بار شما را از اینجا تا اون سر دنیا ببره، میبره. لذا این نعمت خداست. به این فکر کردی که خداوند این شتر را چطور در اختیار شما قرار داده، مسخر کرده برای شما. و بعد الله می فرماید و علیها و علی الفلک تحملون، شما بر اون حیوانات و همچنین بر کشتی تحملون، حمل کرده میشوید، بار کرده میشید، یعنی سوار میشید و هر جا میرید نیازهای خودتون را برآورده میکنید. و یریکم آیاته، تنها اینا نیستن، علاوه از اینا الله میفرماید خدا به شما نشان میده آیات دیگری خودش را. آیات دیگر هم هستند، تنها این چارپایان نیستند، تنها
خوردنوش نیست، تنها لباس و پوشش نیست، بلکه آیات دیگری در این دنیا هستند که الله به شما نشان میده. فای آیات الله تنکرون، ای انسان ها کدوم آیات الهی را شما انکار میکنید که انها لیست من عند الله، که از طرف خدا نیست. آیا آیه‌ای هست که از طرف خدا نباشد؟ آیا نعمتی هست که از طرف خدا نباشد؟ پس از این دلائل بیایید به وحدانیت خدا پی ببرید، به خدا ایمان بیاورید، و الا عاقبت شما، انجام شما مثل پیشینیان میشه. الان میرسیم به تخویف دنیوی. بعد از زجر و سرزنش خداوند از پیشینیان حکایت میفرماید. افلم یسیروا فی الارض، این برای بار دوم است در این سوره. اولا در بخش اول آمد اولم یسیروا فی الارض، اینجا میاد افلم یسیروا فی الارض. آیا این مشرکین مکه سیر نمی کنند در زمین؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینند که انجام و عاقبت و نتیجه کسانی که قبل از اینها بودند چی شد. قوم عاد بود، قوم ثمود بود، قوم فرعون بود، قوم لوط بود، قوم نوح بود. بیشتر عرض کرده این 5 قوم را الله که عذابهای خطرناک بر اینها آمده، اینها را الله در قرآن ذکر می کند. خب همون شبهاتی که در بخش اول خواندیم، شاید اینجا یک شبهه اضافی میشه. شاید اونها که به عذاب گرفتار شده اونها جمعیتشون کم بود، ما مردم مکه جمعیتمون زیاد است. الله میفرماید کانوا اکثر منهم، اونها اکثر بود از اینها، اونها بیشتر بودند. شبهه دوم، شاید اونها زیاد نیروی جسمانی نداشتند، قدرت نداشتند. الله جواب میده و اشد منهم و اشد قوه، و از نظر قوت و قدرت اونها چی بودند؟ قویتر، شدیدتر، سختتر. شبهه سوم، شاید اونها مال نداشتن. ما پول داریم، مال داریم، اسلحه میخریم برای خودمون، دفاع میکنیم، سلاح جنگی داریم، نیزه و سپر داریم. الله میفرماید نه، اونها بیشتر داشتن. و آثارا فی الارض، دارای آثار بودن در زمین. آثار از نظر چی؟ مال، متاع، باغات، محصولات، همه چیز داشتن. اما ببینید که مغرور قدرتتون نباشید، مغرور پولتون نباشید، چون که فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، نفی شفاعت قهری هم هست که از اونها دور نکرد، دفع نکرد، فایده نبخشید به اونها آنچه که اونها کسب کردند. اونها چی کسب کردند؟ عمل شرکی. اونها غیر الله را عبادت کردند و گفتند اینها چی؟ اینها به ما نفع میرسانند، اینها شفاعت و سفارش ما میکنند. این نفی شفاعت قهریه. الله میفرماید که شفاعت اونها نکردند، اونها را از عذاب نجات ندادند. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی که رسول و پیامبران پیش اونها آمدن با دلائل، فرحوا بما عندهم من العلم. اینجا هم فرحوا به معنی چی است؟ غرور است، تکبر است. تکبر کردن به سبب اون چی که نزدشون علم بود. مگه اونها علم داشتن؟ منظور از علم روح المعانی گفته عقائدهم الزائغه، عقاید کج، و شبههم الداحضه، و شبهات بی خود، بی ارزش، فيما يتعلق بالمعاد والمبدأ. اون چی که درباره معاد و درباره مبدأ بود در قرآن از این شبهات زیاد بیان شده. مثلا اونها درباره مبدأ چی میگفتند؟ درباره توحید میگفتند ما اینهایی را که عبادت میکنیم اینا واسطه هستند، اینا وسیله هستند، ما را به اونجا میرسانند، ما را به خدا میرسانند. این شبهات درباره توحید بود. درباره قیامت انکار میکردند، میگفتند آیا هر وقتی که ما تبدیل به چی بشیم، به خاکستر بشیم و تبدیل به استخوان بشیم، دوباره ما از قبرها بلند میشیم؟ لذا انکار میکردند. با این هم مغرور بودند و خوش بودند. الله میفرماید و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، به اونها فرود آمد آنچه که استهزا میکردند،
چی را استهزا میکردند؟ چی را مسخره میکردند؟ عذاب را مسخره میکردند. اون عذابی که مسخره اش میکردند اون عذاب بر اونها نزول کرد، اون عذاب بر اونها فرود آمد. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. ببین وقتی که اونها دیدند عذاب ما را، بأس به معنی چی هست؟ عذاب، گرفت. وقتی که عذاب ما را دیدند یعنی عذاب شروع شد، قالوا آمنا بالله وحده، گفتم ما به خدا ایمان آوردیم، وحده تنها، دیگه خدایان را قبول نداریم، معبودان و شرکا را قبول نداریم. اما الله می فرماید و کفرنا بما كنا به مشرکین، ما کفر کردیم، انکار کردیم اون بتهایی که ما اونها را شریک می گرفتیم، الاوثان التي اشرکناهم فی العباده، اون بتهایی که اونها را ما در عبادت شریک خدا قرار می دادیم، دیگه اون بتها را قبول نداریم. اینا چه وقت می گفتن؟ کی ایمان آوردند؟ زمانی که عذاب شروع شد، در عذاب گرفتار بودند. الله عزوجل می فرماید فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، ایمان اونها برای اونها فایده نداد وقتی که اونها عذاب ما را دیدند. وقتی که عذاب بیاید و عذاب شروع بشه، کسی ایمان بیاورد ایمان فایده ندارد. قبل از عذاب چرا؟ عنایت داشته باشید که ما در قرآن داریم که قوم یونس وقتی که علائم عذاب و نشانات عذاب را دید فوراً متنبه شدند، متوجه شدند، همه جمع شدند، گفتم بریم خانه یونس بگیم ما توبه میکنیم. رفتن دیدن یونس نیست، پریشان شدن. اون کسی که سردارشون، بزرگترشون بود، پادشاهشون بود، گفت که زودتر، عاقل بود، گفت زودتر بچه ها را جمع کنید، زن ها را جمع کنید، حیوانات را جمع کنید، در میدان شهر همه اونجا فریاد بزنیم، گریه بکنیم، چون ابر سیاهی را از دور دیدند. همه رفتن داد و فریاد، خدایا غلط کردیم، اشتباه کردیم، توبه میکنیم، دیگه شرک نمیکنیم. خداوند عزوجل ابر را دور کرد. اما قوم عاد مثل همینها ابر را دیدند، ابر سیاهی به شکل عذاب داشت می آمد. الله تعالی می فرماید که فلما رأوا بأسنا قالوا هذا عارض ممطرنا، خوشحال شدن، گفتن ابری آمده برای ما باران میباره، دیر وقتی باران نیامده. اینها بدبخت ها درک نکردن، اما اونها درک کردن. پس اون ایمان قبل از عذاب بود، به وقت عذاب نبود. ایمان که قبل از عذاب باشد اون ایمان را میگه ایمان یأس. دو واژه اینجا هست، اینجا لما رأوا بأسنا، یکی هست ایمان بأس و یکی هست ایمان یأس. ایمان یأس اینه که انسان از زندگیش ناامید میشه، ایمان میاره یا توبه میکنه از کرده هایش. یک انسان بدفعلی هست، فاسقی هست، فاجری هست، گناهکاری هست، اما آخر از زندگی ناامید میشه، هنوز با مرگ دست و پنجه نرم نمی کند، هنوز با مرگ دست و پنجه نرم نمی کند، قبل از اون میخواد توبه بکنه. پس این ایمانش انشاءالله قبول میشه، ایمان یأس. اما بعد از اینکه عذاب شروع شد، بعد از اینکه گرفت خدا آمد، الان ایمان می آورد مثل اینها. وقتی که عذاب شروع شد و انفجارات آغاز شد، الان میگوین ایمان آوردیم.
این الله می فرماید فلم یک ینفعهم ایمانهم، ایمان برای اینها مفید نیست. فرعون همین ایمان را آورد. فرعون وقتی که دید که دریایی که ایستاده جاری شد، وقتی که متوجه شد که داریم غرق میشیم، الان گفت ایمان آوردم به خدا، ایمان آوردم به اون ربی که رب موسی است و موسی او را میپرستد. الله عزوجل تو دهنش زد، گفت الان و قد عصیت قبل از این نافرمانی کردی، کنت من المفسدین، مفسد بودی، الان ایمان می آوری؟ پس هم ایمان آوردن و هم توبه کردن از گناهان برای مسلمان تا زمانی که در حالت بأس باشد قبول نمیشه، اما در حالت یأس باشه امید از قبول بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که توبت امتی ما لم یغرغر، توبه امت من کی پذیرفته میشه؟ تا زمانی که به غرغره و به خرخره نفسش نرسیده. تا اون زمان اگر توبه بکنه توبهش قبول میشه. اما وقتی که رسید آخرین لحظات است، الان نفسش تنگی میکنه، دست و پا میزنه، الان توبه میکنه، دیگه دیر شده. این توبه به وقت خرخره قبول نمیشه مگر الله برای کسی قبول بکنه. الان ما بر این قیاس میکنیم، یک کسی هست تو زندگی خودش گناه کرده، معصیت کرده، خدا را ناراضی کرده، اما برایش مشکل پیش میاد، از زندگی ناامید میشه. مثلا اطباء و دکترها بهش میگن شما چنان مریضی دارید که علاج نداره، سرطان داری، 6 ماه دیگه میمیری. یا مثلا همین مجرم سر و کارش به زندان میفته، اونجا قاضی بهش حکم میده تو باید اعدام بشی. این الان از زندگی مایوس هست یا نیست؟ الان که مایوس شده توبه میکند. این توبه یأس است، این توبه بأس نیست. ناامید است از زندگی ولی امید اندکی هم هست. خیلی ها رو دکترها گفتن شما تا 15 روز بیشتر نمیمانید، 15 سال زنده موندند. پس هر چی که اون بگه نمیشه. خیلی هستند حکم اعدامشون صادر شده، بعدن خدا اونها را نجات داده. پس اینجا امکان داره که اعدام بشه، امکان داره نجات بیابد، امکان داره از اون مریضی بمیره، امکان داره که چی؟ نجات بیابد. پس وقتی که در چنین موقع ایمان می آورد، ایمان یأس یا توبه می کند از کرده های گذشتهش، انشاءالله توبهش قبول میشه. اما اگر توبه نکرد، ایمان نیاورد، تا اینکه آخری لحظات الان میبینه داره جان میده، الان توبه میکنه، لذا این توبهش که به وقت مرگ هست قبول نمیشه. قانون الله همینه، مگر اینکه الله بر کسی لطف کند. لذا الله عزوجل اینجا ایمان بأس را فرمود که قبول نمیشه. اما بنده عرض کردم ایمان یأس و توبه یأس امیدش هست. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، آنها را ایمانشان مفید نشد، برایشون فایده نبخشید وقتی که آنها دیدن بأس ما را، یعنی عذاب ما را. سنت الله التي قد خلت فی عباده، این سنت الهی است. ای سنتا، الله این روش را ایجاد کرده. سنتی هست که التي قد خلت فی عباده، سنتی هست که در میان بندگان خدا این سنت گذشته، که هر وقتی که به مرگ رسیدند و به لحظات آخر مرگ رسیدند دیگه قبول نمیشه. و خسر هنالک الکافرون، کافران که از قبل در خساره بودند، اینجا خسره به معنی تبین خسرانهم هست. در این لحظه خسران ابدی و سرمدی کفار،
خسران و ضرر و زیان همیشگی کفار ظاهر شد. دیگه برای همیشه بدبخت شدن، در خساره و در زیان واقع شدن. الله ما را حفاظت بفرماید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. پروردگارا چنان خشیتی و چنان تقوایی به ما نصیب بفرما که از گناه و از معصیت دوری بکنیم. پروردگارا چنان یقینی و چنان ایمانی به ما عنایت بفرما که زندگی دنیای خودمون را برای آخرت برنامه ریزی بکنیم. اله العالمین، پروردگارا اون ایمانی که در این کلام زیبایت از بندگانت انتظار داری، اون عملی که انتظار داری، اون تقوا و خدا ترسی که انتظار داری به ما عنایت بفرما. ما را تابع قرآن مجید قرار بده، زندگی ما را، تمام شؤون حیات ما را مطابق قرآن بگردان. پروردگارا ربا به ما استقامت در دین نصیب بفرما، استقامت بر طاعت و بندگی نصیب بفرما، استقامت بر ترک گناه و معصیت نصیب بفرما. پروردگارا از ما راضی و خوشنود باش و همیشه ما را در راه رضایت قرار بده. اله العالمین، پروردگارا ما را از بندگان با ایمان و با تقوا بگردان، ما را از خادمان قرآن بگردان، ما را از ناشران دین بگردان. پروردگارا طاعت و عبادت شکسته ما را به بارگاه خودت بپذیر. اله العالمین، ربا این درس را به بارگاه خودت قبول بفرما، اخلاص نصیب بفرما و بهره ای از این کلام به همه ما نصیب بفرما. فهم این کلام را اونطوری که حقش هست به همه ما نصیب بفرما. پروردگارا ربا گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما. پروردگارا تمام حاجات و مشکلات را برآورده بفرما. عزیزان هر دعایی خواستند، هر تمنایی دارند، هر حاجتی در دل دارند، ای قاضی الحاجات، ای مولا، حاجت ها را برآورده بفرما. خاتمه ما را با ایمان بفرما و آخرت ما را آباد بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا ارحم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.